چگونه ما با علمای خودمان یا هر کجایی که علما هستند یا امامانی که در مسجد هستند با اونها چگونه معامله داشته باشیم که اونها در حق ما دعای خیر و نیک کنند، گناهگار نشوند. بسیاری از علما درباره آداب اهل علم باب و فضائل زیاد بیان کردند. حتی پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگه کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تكون رابعه. در یک جای دیگه میگه ولا تكون خامسه فتهلك او فتهلك. پیامبر اسلام میگوید که یا عالم باشید یا طالب علم باشید. یعنی در دنیا برای هر انسانی مثلا اون طهارت میکند، فرائض اون را آموختن برای اون فرض است. نماز میخواند، فرائض نماز را آموختن برای اون فرض است. اگرچه طلب علم فرض کفایه هست، اما اون ایمان و عقیده و بعضی مسائل دینی برای هر بنده مومن فرض عین است که اینها را داشته باشد تا یه حد. برای همین 5 رکن اسلام را آموختن فرض عین است برای مسلمان ها، برای مؤمن ها. و میگوید که یا عالم باش یا طالب علم باش، چیزی از اونها بیاموز یا گوش بکن از اونها. هر چی که در کجای می نشینی مستمعا گوش بکن از اینها، چیزی بگید برای خودت. او محبا یا اینها را دوست بدار، چون که اینها خادمان دینند، اینا اهل علم هستند، وارثان انبیا هستند و اینها مردم رو به سوی راه راست دعوت میکنند. تو اینها رو دوست داشته باش. از 5 یا از 4 نباش که هلاک میشوی. یعنی تو عالم نیستی، طالب علم نیستی، گوش هم نمیکنی. بعضیا هستن در محفل علما که اغوا میدازن، فتنه میدازن که حق را مردم نفهمند، گوش نمیکنی. یا اینکه محب نیستی، دوست هم نمیداری اینها. میگه در این نتیجه پیامبر عیسی صلی الله علیه و آله میگه در این حدیث که در نتیجه شما هلاک میشوید. و ابن عساکر از یک علما هست میگوید که لحوم العلماء مسمومتون، گوشت علما زهرآلود است. میگه یعنی کار نکنید که علما را برانجامید، کار نکنید در عرض آبروی علما سخن کنید در حالی که شما خودتان حق نباشید، در حالی که اون عالمی با تقوا است، عالم ربانی هست، عالم خدا ترس است، مردم را از دین خدا به راه راست منفعتش در جامعه میرسد. شما نکنید بگه این کار را. اگر اونها را برانجامید گوشت اونها زهرآلودند. میگه ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. در دوامش میگوید ابن عساکر که پیش از مرگش خداوند این را به مرگ قلب گرفتار میکند. یعنی در قلب انسان یک چشمی است که اون صراط مستقیم را میبیند، اون حق را از باطل میبیند. ما حق علی صدرک در حدیث میاد، اون تمیز میکند که چی گناه است و چی ثواب است. ابن عساکر میگوید در نتیجه به حرمتی کردن و اخلاق بد رفتاری کردن با علما پیش از مرگتان شما با مرگ قلب گرفتار میشوید. شما دیگر راه راست را نمیبینید. و در نتیجه اگر انسان با اهل علم به خاطر علم دین که اون عالم دین هست، اون عالم حدیث هست، اون فقیه هست، به این خاطر دشمنی میکند، در نتیجه انسان از ملت اسلام هم شاید بیرون میشود. اگر شخصا با اون بدی دارد، اون رو که ما گفتیم نباید انسان با انسان کینه‌گیر باشد، در جنگ و جدال باشد و خصوصا با علمای دین رو احترام شد. البته جنبه سوال دیگر این بود که چگونه معامله کنیم. شما هر وقتی که فرصت یافتید مسائل تربیه فرزندانتان رو، مسائل عقیده خودتان مؤمن مسلمان از اونها بپرسید، دعای اونها را داشته باشید. محبت داشتن با اهل علم چی پاداشی دارد؟ پیشم با همین صحبت کردیم که شما ببینید اهل علم، علما به مانند بحر آبی هستند، به مانند نهر آبی هستند. هر درختی که نزدیکتر با همون آب هست، شما ببینید اون درخت سالم است، اون سرسبز است، اون میوه خوب دارد. و درختی که دور از این چیزها هست، ببینید که یعنی در نتیجه شاخ خوبی ندارد، برگ سبزی ندارد. برای همین یکی از فضل و پاداش برای شما همین است که شما با علما محبت میکنید، با علما می نشینید، میخیزید، با علما نزدیک میشوید، شما در نتیجه
در زندگیتان می‌سبزید، در زندگی مؤمنی و مسلمانیتان پیشروی میکنید. شما میتوانید که حق را از باطل، عدالت را از ظلم، حرام را از حلال تمیز کنید. بسیار از اهل علم هست که با علما میشینند، بسیاری سوالهای مردم را در نتیجه جواب هم میگیرند. یکی ما این سوال رو بار بار شنیدیم، جواب این سوال همین است. یعنی این فایده هست برای ما. علم نور است، از اونها علم میگیرند و هر کس با هر قوم، با هر کس جماعت نشست خیز میکند با اونها حشر میشود. این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و از این پاداش بزرگ میشود که شما با عالمان در روز قیامت حشر شوید، با اونهایی که شما با اونها محبت داشتید در اونها با اونها حشر شوید و علما اونها میراثبران انبیا علیه السلام هستند. این بسا فضل و کمال بلندی برای انسان است. و اون چی که من میخواستم برای برادران و خواهرانم برسونم در این برنامه این بود که بسیاری مردم ما از علما کم استفاده میکنند. معنای محبت داشتن با اهل علم همین است که ملت ما مؤمن مسلمانی که در جهان هستند هر کسی با اونها مهمان نشد یک دسترخوان خوب، یک چای برای اون دارند. همه جای نوش و نعمت هست، در خانه اون عالم اون داملو هم هست. شما از اون علم بگیرید، هر جا نشستید مسائل بفهمید از اونها. بسا مقام و جایگاهی که اهل علم دارد شما ببینید میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. آنانی که مؤمنن فضل دارن پیش من الله و از داخل مؤمنین آنها را ما علم دادیم درجه های زیادی دارن. برای همون جایگاه اهل علم چه در دنیا و چه در آخرت بس مقام بلند دارد. از دیدگاه قرآن، از دیدگاه سنت شما ببینید فضل العالم علی العابد اثرهای زیادی هست. علما در میان جامعه به مانند ستارگان در آسمانند. یعنی هر یک عالم یک گنج بی‌بهای است. وقت اون رو، حیات اون رو باید من و شما استفاده کنیم، وجود اون رو باید من و شما استفاده کنیم. عالمان در روی زمین به مانند ستارگان در آسمانند. اگرچه من در حدیث صحیح واقف نشدم، یعنی پیدا نکردم که پیامبر عالمان را ستاره گفته باشد، تشبیه داده باشد، اما از سلف صالح، از بزرگان دین، از اونها نقل‌های زیادی است که به تواتر رسیدگی هستند که علما مثل ستاره و شباهتی که یک ستاره را خداوند در قرآن ستارگان را نقل میکنه چی وظیفه دارن، همون وظیفه در همین تمثیل و در همین تشبیه وجود دارد. شما ببینید خداوند میگه که و بالنجم هم یهتدون، یعنی شما به سبب ستارگان راهنما میشوید، راهتون رو مییابید، هدایت میشوید. انسان در شب اگر علم ستاره داشته باشد سمت رفتنش رو معین میکند. بسیار علما و در علم فقه به واسطه اون ستاره ها سمت قبله رو معین میکنند و علما هم هادی هستند، علما هم رهنما هستند، اونا زینت در روی زمین هستند. همچنین که و زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین در سوره ملک خداوند میگوید که ما آسمان را زینت دادیم، جمال دادیم به سبب ستارگان. یعنی ستارگان زینت و جمال آسمانند، علماء دین جمال و زیبایی دنیا هستند، زینت این مردم هستند. تا روز اونها هستند اونها امیر و امان این امت هستند. البته علمایی که در دین خدا صادقند، از برای خدمت دین خواندن، از برای تفقه فی دین خواندن که خودشان فهم دین را حاصل کنند، خودشان حق و باطل و حرام حلال را تمیز کنند و خدمت در این جاده داشته باشند که اونا وارثند. و در دوام این آیت سوره ملک که من خواندم و رجوما للشیاطین میگوید، میگه که این ستارگان آسمان ها سنگ هایی هستند برای شیاطین. وقتی شیطان ها رو برو میشن که وحی را گوش کنن، اون ملائکه های هست مقرب که اون ستارگان رو میگیرن، سنگ پاره ها رو اون شیاطین رو میزنن. بنابراین همین وظیفه که ستارگان در آسمان ها به مانند سنگ هستند که شیاطین به اونها زده می شود، علما هم با حق، با دلیل،
با حجت، با قرآن، با حدیث، اینها با سخنان و دیدگاه فقه و عقیده بزرگان اهل ملحدین را و آنایی که در فتنه و در راه باطلن اونها رو میزنند، اونها رو برمیگردانند، پیشنهاد میکنند. بنابراین ستارگان در قرآن با سه وجه یعنی ذکر می شود که اونها زینتی در آسمان هستند، اونها سنگ‌های برای شیاطین هستند و بالنجم هم یهتدون، اونها با سبب ستاره راهنمایی می شوند. این سه صفت در عالم ها هست. این جایگاه را دارند. اونها جایگاه جمال و زیبایی زمین را دارند. اونها با برهان و دلیل و حجت مردمی که در راه بد، در رویش، در عقیده های نامطلوب، در پدیده های شوم می روند، اونها رو می گردانند. اینها هستند علما و مانند همون ستارگانی که سنگ هستند و برای شیاطین هستند و اونها زینت در آسمان هستند، جمال در آسمان هستند. اون ستارگان و علما جمال این زمینه. شما ببینید هر معرکه، هر نشست، هر مجلس با سخنان علماء دین، با سخنان روحانیین، با سخنان اهل ضیا مزین می شود، اون مجلس چقدر زیبا می شود، چقدر مردم در اونجا میگویند امروز خیلی محفل خوب بود، چون که سخن از خدا و رسول بود، چون که سخن از جماعت و وحدت بود، سخن از فتنه و سخن از غیبت و از آبروریزانی یکدیگر نبود، سخن از غذای معنوی انسان ها بود، سخن از غذای معنوی جوانان و مادران و دختران و مردان مؤمن مسلمان بود. بنابراین هیچ مجلس و محفلی که ما در اون می نشینیم صحبت از علما باشد، اون مجلس برای همه پسندیده است، برای همه. همچنانه که وقتی میشد که ما در نکاح کدام خواهر یا برادر شرکت میکنیم، در جنازه کدام مادر و پدر برادر شرکت میکنیم، البته اونجا صحبت از دین میشود. دین غذای معنوی انسانیت است. انسان غذای معنویش را که در اونجا مییابد با سکینت و آرامش دست مییابد. جایگاه علما بس بزرگ و مقام بلندی دارند و قرآن میگوید که آنان عالمند و آنان عامیان اینها نزد من پروردگار برابر نیستند.